ادامه بخش چهره‌های ماندگار. کوروش کبیر. کوروش کبیر بنیادگذار دولتداری متمدن. مورخان یونانی شهادت می‌دهند که جسد کوروش را بعد یک سال مرگش پسرش کامبوجیا با بهای گران خریده در ولایت فارس در شهر پاسارگاد پایتخت نخستین امپری هخامنشی‌ها دفن می‌کند. مقبره کوروش تاکنون چون نشانه از آن روزهای کهن پرره و بی آسیب محفوظ مانده است. اسکندر مقدونی به سر قبر کوروش در پاسارگاد 2 مرتبه رفته بود و این حادثه در سرچشمه ها ذکر گردیده است. همین طور جنگ کوروش با مساگیت ها به طور فاجعه‌ای به انجام رسید. درباره حادثه های بعد این محاربه رخ داده یگان خیلی معلومات نیست. ما نمیدانیم که مساگیت ها از این غلبه خود چی منفعت به دست آوردند. کامبوجیا که بعد مرگ پدرش به تخت شاهنشاهی نشست در این منطقه یگان خیل عملیات حربی بر ضد مساگیت ها نگذرانیده است. احتمال بعد این محاربه خونین که در آن مساگیت ها نیز باید تلفات کلان داده باشند بین طرفها صلح و عهدنامه به یکدیگر هجوم نکردن بسته شد.